دوستان عزیز در سال میلادی 2022 یعنی سال پلنگ پلنگان بهترین جمهوری تاجیکستان صنعتکاران بهترین جمهوری تاجیکستان کنا اثر اینا به جهان میبرند. اینا همیشه در روی صحنه هستند، در جهان هستند و مخلصان زیاد دارند. در سال میلادی 2022 برادر عزیز ما هنرمند شناخته جمهوری تاجیکستان ستاره صنعت استراد تاجیکستان رستم نور از راه دور بچه زور دعوت هستند بزرگ اومده است در برنامه ما در کانال تلویزیون گروه. تمام شما در سال میلادی همه خلق عزیز و جان رو ایدی سالی نو میلادی تبریک میگم. بگذار چی مراد و مقصد دارم خدا هم وقت جمعه عمل کشان. خداوند در سال 2022 هیچ وقت با کسلی رو نیاریم و هم وقت مثل پرند باشه در روی صحنه باشیم. شما همیشه پلنگین و همیشه شما در همین صنعت تاجیک شما همیشه خوب هستین و مخلصان زیاد دارین. اگر مخلصان زیاد نمیداشتین ما شما رو دعوت نمیکردیم. سلام علیکم دوستان عزیز، بار دیگر خوش اومدید به بزم سال نو 2022 به سال میلادی کانال تاجیکان گروه با طرفخانه یاسمین. امروز در برنامه ما یکی از بهترین ستاره‌های صنعت استراد تاجیک هنرمند شناخته ما و هنرمندی که ما دوست می‌داریم ضیاءالدین نورزاد در اینجا حضور دارد و امروز تمنیات اون کس برای سال میلادی برای ما شد. مرحبا ضیاءالدین. سلام باشید. قبلا شما را تبریک می‌کنم و همه هموطنان عزیز را برایشان آرزوی خوشبختی دارم. همیشه خوشحال باشند، سرحال باشند، خانه‌شان پر گندم باشد و رقم 22 فکر کنم رقم خاص است. عمر یک جوانمرد است. عادتاً وقتی از 22 حرف میزنم این کمالات جوانی است. فکر میکنم که اکنون شور و شاد عشق آغاز می شود. باز سعادت ها نشاط ها در زندگی هر یک مردم زیادتر خواهد شد. سال نو مبارک باشد برای شما دوستان عزیز. ضیاءالدین نورزاد بودن. شما برادر عزیز سال میلادی برای شما مبارک باشد. سلامت باشید. دوستان عزیز این خود در سال نو میلادی 2022 یکی از بانوی صنعت تاجیک ستاره‌های صنعت استراد تاجیک بانو چمنگل شمس‌الله در اینجا حضور دارند. در کانال تاجیکان گروه خوش آمدید. تمنیات شما در سال نو میلادی 2022 سال پلنگ برای مردم تاجیکستان و برای مخلصان خود. سلامت باشین. سال نوی می آمده به همه شما مبارک باشد. بگذار که سال پلنگ مثل حشمت و زیبایی خودش برای همه شما بردباری و برکت بیارد. اولا و همه شما تنصیحاتی بیارد، خانه آباد بیارد، دسترخوان پر فیض و برکت بیارد. ما رو فراموش نکنید. شما رو فراموش نمیکنم. شما ده به طرفخانه یاسمین البته. سال نو به همه شما مبارک باشد. دوستان عزیز، گلدانه بانو هم رسیده اومدن در برنامه سال میلادی 2022 در طرفخانه یاسمین. سلامت باشن. سال نو میلادی 2022 به همه مخلصان، به همه تماشابینان کانال تاجیکان گروه مبارک باشه. سلامت باشید. دوستان عزیز، این حال همراه ما یکی از هنرمندان شناخته جمهوری تاجیکستان سرپرست برنامه کنسرتی سال میلادی 2022 در طرفخانه یاسمین برادر عزیز من هنرمند شناخته عبدالرحمن حکیمزاد قرار دارم. باید تمنیات اول از نام خود برادرم جان. زنده باشید برادر عزیز. از نام خود، از نام کانال تاجیکان گروه، از نام برادرانی که کنسرت ما رو به نوار گرفتن، استودیوی تاچ پراید و تاچ استایل اینچنین طرفخانه یاسمین مینداری خود رو با کل نفرانی که در این چورابینی سهم گذاشتن میرسونم و سال نو میلادی 2022 رو به همه مخلصان و همه مردم شرفمند تاجیک مبارک میگم و تمنا میکنم که سال 2022 برای ما پیش از همه سال باقرار و پرفیض و ارزانی بشه. سال نوتان مبارک. سلامت باشید. برادر ما مستر سورا امروز در برنامه سال میلادی 2022 قرار دارد. مستر سورا خوش آمدید برادر جان. اکنون من میدونم که این سال خطر بود. در سال میلادی 2022 چی تمنا داری برای مخلصات و مردم تاجیکستان و با کانال تاجیکان گروه بود و این طرفخانه یاسمین؟ چی گفتنیم که سال نوتان اول مبارک شود و بعد همه وقت شده بود در هموطن تنجی امانی باشد و همه جوانان و همه
انسان‌های تاجیکستان در اگه جایی که نباشن و همه‌شون موفقیت در گروه دیگه سال نوازان موچال چه؟ سولی موچال چه؟ موچال موچال؟ نه موچال پلانگا اشمو چه؟ خرگوش سال من همدونا یه هر من همدونا دید سولی موف شما دید سلامات باش دوستان عزیز در تاجیکستان از همه برای همه شما بیشتر معلوم است که صنعتی که پیش می رود و صنعتی که مخلصان از خود میکنن دوست میدارن برای ما و شما همیشه اون معین است و ما میدونیم که امروز صنعتی ره بالا رفته است و صنعتی ره بهترین صنعت است. امروز که از بهترین ستاره‌های رپدیسیون تاجیکستان در برنامه سال نوی میلادی 2022 در طرفخانه یوسمی در اینجا حضور دارد در کانال تاجیکان گروپ. برادر ما مهمان شده است رالیک تمنیات شما در سال میلادی 2022 در سال پلنگ برای مخلصان و مردم تاجیکستان. سلام علیکم با شما با آدمایی که همین تشکیل کردن و با همه نمو بردارو با کلی مخلصانی که تماشا کردستن همتون را با سال نو تبریک میکنم و گفتنیم که تنی آباد تنی سیاد و عمری پیغمبر ما شما تمنیات کردن میتونم تمام برای که سلامتی در می حیات گلاونیای سلامتی نباشم و هیچ کو کردن نمیتونم و هیچی هم نکنه برای که اجازه در کنه هیچ نمیفرست و گفتنیم که سال پلنگ سال خیلی میکنم من اینم پلنگ استادم و انشاءالله که از سالی ما باشم ما هم خرسان باشم و کلی مخلصای ما هم خرسان باشم آباد باشه از اون عمل که خیلی زیاد تشکیل میکنم. خوش آمدید علی جان. سال نو برای شما مبارک باشه. سلام. دوستان عزیز در برنامه سال میلادی 2022 هنرمندان جوان بسیار هستند. امروز یکی از هنرمندان شناخته ما و شما دوستان ما و شما برادر من دلشاد نمازلی در برنامه سال میلادی 2022 قرار دارند. من میخوام که یک تمنیات برای مخلصان و مخلصان کانال تاجیکان گروپ در سال نو میلادی. سلامت باشه که فخردین سال نوی همه هموطنان مبارک باشد. بیزار که در سال 2021 چی آرزو عملی که داشتن و عمل نداشت در سال 2022 جمعه عمل باشد مبارک باشد. همه پلنگ باشد. همه پلنگ باشد و چالوک باشند در زندگی. سلامت باشید. شما سلامت باشید.